سلام. برای تشویق فرزندمون به پوشش مناسب بهتره که به چند نکته توجه کنیم. اول از هر چیزی بیایم فرزندمون از فواید حجاب آگاه کنیم. مثلا بهش بگیم با پوشش مناسب امنیت و آرامش بیشتری به دست میاری. آره؟ بچه‌ها اون چیزی که شما عمل میکنین و خوب میبینن ها. پس لطفاً وقت ارتباط با جنس مخالف براش الگوی ادب و حیا باشین. وقتی شما دوست دارین اون پوشش مناسبی داشته باشه ولی توجه به نیازش نمی‌کنین، اونم به خاطر لجاجت با شما به خواسته شما عمل نمی‌کنه. راه حلش اینه که به خواسته‌هاش پاسخ مناسب بدین. دخترم چقدر این کار خوب انجام میدی. احترام گذاشتن به شخصیت دختر میتونه راهکار خوبی برای توجه به دخترتون برای پوشش مناسب باشه. دخترم روسریتو بکش جلو. دخترم مراقب حجابت باش. دخترم ای بابا، تذکر دادن پی در پی درباره حجاب زدگی میاره. لطفاً تذکراتمون رو کمتر کنیم. ما اصلا بدون چادر و روسری تا الان نداشتیم. تو هم باید چادر بپوشی. حرف هم نزن. فرزندمون رو مجبور به حجاب نکنیم، چرا که باعث لجبازی بچمون به داشتن حجاب میشه. پس روش خوبی برای آموزش دادنش نیست. مراقب دوستانش باشین و در معاشرت با اقوامی که در حجاب کوتاهی میکنن تجدید نظر کنیم. یه جمله محبت آمیز میتونه بهترین تشویق به حجاب برای فرزندمون باشه. مثلا دخترم با چادر چقدر قشنگ شدی. حتما یه دوست یا آشنای مقید به حجاب رو به عنوان الگو بهش معرفی کنین تا بدونه چطور عمل کنه.